10 حقیقت جالب رونالدو. رونالدو اولین بازیکنی که در 5 جام جهانی مختلف گل زده. 2 پرش رونالدو برای ضربه سر بعضی وقتها از پرش بازیکنان بسکتبال هم بلندتره. 3 سرعت شوت رونالدو در بعضی مواقع به بیش از 100 کیلومتر در ساعت میرسه. 4 در بدنش هیچ تتویی نداره چون مرتب خون اهدا میکنه. 5 او جزو معدود فوتبالیست هایی هست که در بیش از 1100 بازی رسمی حضور داشته. 6 رونالدو سریع ترین بازیکن تاریخ فوتبال بوده که در لیگ قهرمانان به 100 گل رسیده. 7 او در تمرینات روزانه بیش از 300 دراز و نشست انجام میدهد. 8 کریس وقتی بچه بود به خاطر علاقه زیاد به فوتبال معلم ها بهش لقب زودگریه داده بودن چون اگر تو بهش نمیرسید گریه میکرد. 9 رونالدو رکورد بیشترین گل ملی در تاریخ فوتبال رو داره، بیش از 125 گل. 10 درآمد سالانه رونالدو فقط از تبلیغات و اسپانسرها بیشتر از حقوق خیلی از تیم‌های بزرگه. اگر تا اینجای ویدیو خوشت اومد ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنی و سریع به کانال ما بزنی هر روز فکت و دانستنی‌های جالب رو دنبال کنی.